روزی به خانه پسر عمویم رفتم. شیعه بود. گاهی به دیدارش می رفتم. مثل ما سنی نبود، اما قوم و خویش بودیم و رفت و آمد داشتیم. وارد خانه شدم. ضبط صوت روشن بود و سخنرانی عالم شیعه پخش می شد. توجهم را جلب کرد. از خطبه‌ای می گفت که در منابع شیعه و سنی آمده است. حضرت زهرا در مسجد مدینه این خطبه را بیان فرموده بودند. بیشتر کنجکاو شدم. موضوع خطبه چیست؟ حضرت زهرا می‌خواستند حق خودشان درباره فدک را ثابت کنند. تمام حواسم را متوجه سخنران کردم. خطیب گفت: حضرت زهرا خطاب به ابوبکر فرمودند: ای پسر ابوقحافه، آیا در قرآن آمده است که تو از پدرت ارث ببری و من نبرم؟ حرف عجیبی میزنی. آیا عمل به کتاب خدا را ترک کرده اید و پشت سر انداخته اید؟ چگونه میگویی پیامبر فرمودند که ما پیامبران چیزی به ارث نمیگذاریم، در حالی که خداوند متعال در قرآن میفرماید سلیمان وارث داوود شد و همچنین حضرت زکریا میفرماید خداوندا به من فرزندی بده که وارث من و وارث آل یعقوب باشد و شما ادعا میکنید که من هیچ بهره ای از ارث پدرم ندارم؟ آیا خداوند در موضوع ارث آیه‌ای مخصوص شما نازل کرده است و پدرم را از آن خارج ساخته که برخلاف شما پدرم نمیتواند چیزی به ارث بگذارد؟ یا اینکه شما در مورد قرآن از پدرم و عموزاده‌اش علی آگاه تری؟ وعده ما و شما به قیامت باشد و در ساعت قیامت تباهکاران زیان می‌بینند. قبل از شنیدن این نوار دوست نداشتم در مسائل مذهبی وارد بحث شوم، چون میدانستم که پسر عمویم شیعه است و از خداوند خواسته بودم که او را هدایت کند. ما تا میتوانستیم از وارد شدن بحث با او پرهیز میکردیم، ولی اینطور که معلوم است خداوند تبارک و تعالی میخواست حجت را بر من تمام کند. سخنان خطیب تا اعماق وجودم نفوذ کرد. برای من واضح شد که یک شخص عادی نمیتواند این گونه سخن بگوید، حتی اگر دانشمندی سخنور باشد که هزاران سال درس خوانده باشد. خدای من، این سخنان در حد معجزه بودند. با همه وجودم به آنها گوش میدادم و نتوانستم خودم را نگه دارم و اشک‌هایم سرازیر شد. من از این سخنان محکم که خطاب به خلیفه ایراد میشد تعجب کردم و آنچه سبب شد تا حیرت من بیشتر شود این بود که وی دختر رسول خدا بود. مگر چه اتفاقی پیش آمده است؟ شعورم در آن لحظه تکان خورد و با نخستین قطره اشکی که از اعماق درونم سرازیر گشت تصمیم گرفتم که به صورت جدی با پسر عمویم وارد گفتگو شوم. در هنگام بحث به من گفت لازم است ابتدا بدانی فاطمه کیست و سپس خود تحقیق را شروع کنی تا من عقایدم را بر تو تحمیل نکنم. و نخستین منبعی را که به دست من داد کتاب صحیح بخاری، مهمترین کتاب اهل سنت بود و این برای من کاملا غیر منتظره بود. بخاری در صحیح خود می نویسد حضرت زهرا از ابوبکر خشمگین شد و از او دوری کرد و با همین حالت خشم نسبت به او از دنیا رفت. این حادثه که میان حضرت فاطمه دختر پیامبر و ابوبکر اتفاق افتاد حقیقتی است که نمیتوان آن را تکذیب کرد و نمیتوان نسبت به آن بی‌توجه بود، چرا که در صحیح ترین کتاب ها نزد اهل سنت آمده است. چه حقیقت تلخی! دنیا مقابل چشمم تیره و تار شد. اکنون 1001 سوال بر ذهنم می‌گذشت. نمی‌دانستم چه کنم و چگونه بیاندیشم و به چه کسی پناه ببرم. ایشان پاره تن مصطفی فاطمه صدیقه است و من ناگهان متوجه می‌شوم که او پس از پدرش در حالت خشم و غضب به سر می‌برد و با همین حالت خشم و ناراحتی از دنیا رفته است. اینجا بود که من به لطف برکات حضرت صدیقه طاهره به ساحل یقین رسیدم.